که 4 طایفه را پیغمبر خدا لعنت کرده بود که یک تای همون کی هست؟ زنهایی که قاشهای خود باریک میکنند و کسانی که با این قاش باریک کردن با متخصصند، از حساب همین قاش چیندن اونها پول میگیرن، مال میگیرن. دیگرش زنهایی بودن که دندانهای خود باریک میکردن. دیگرش زنهایی بودن که چهره‌های خودشان در خال میگذاشتند. دیگرش زنهایی بودن که مویهای علمه میکردند. پیغمبر خدا گفت که اینها در حسن خدا دادگی تغییر در آوردند، تغییرات در آوردند. این قسم شیطان بود که قسم به عظمتی تو ای خداوند، من در چهره این فرزند آدم تغییرات می درآورم. همین گمان شیطان حق برآمد. امروز زنها را تماشا کنین، قاشها باریک کردگی هستند، مویهای علمه دارند، خالها میگذارند، دندانهای باریک دارند. اینها را پیغمبر خدا لعنت کرد. اگر مبادای مردهایی که امروز اگر این استفاده کنند، اینها هم در لعنت خداوند داخل می شوند. بسیار ابلهی هست، بسیار شرمندگی هست. شما باور